پس از آنکه حکومت برای برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها ابراز آمادگی کرد، کمیسیون مستقل انتخابات ضمن یک سلسله پیشنهادات تاریخ این انتخابات را مشخص نمود. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه در یک نشست خبری 24 میزان سال آینده را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها مشخص کرد، اما از حکومت خواست تا برای تامین امنیت و بودجه مصرفی آن آمادگی بگیرد. ما اعلام می‌نماییم که انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها به تاریخ 24 میزان سال 1395 دایر می‌گردد. قبل از این رئیس جمهور غنی گفته است که حکومت برای برگزاری این انتخابات آمادگی دارد و به کمیسیون وظیفه سپرد تا تاریخ آن را مشخص سازد. کمیسیون مستقل انتخابات در حال تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را مشخص می کند که رئیس اجرایی بر تجدید اعضای این جرگه تاکید می ورزد. عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران در کابل گفت که انتخابات آینده زیر چتر کمیسیون جدید انتخاباتی برگزار خواهد شد. یک بار دیگر به هموطنان ما اطمینان میتیم که اصلاحات انتخاباتی حتمی است، ضروری است. از این لحاظ تمام اصلاحات انتخاباتی و برنامه‌های انتخاباتی زیر نظر کمیسیون تازه انتخابات، کمیسیون جدید مستقل انتخابات صورت خواهد گرفت. اما ریاست جمهوری زمانی که مسئولیت مشخص ساختن تاریخ برگزاری انتخابات را به کمیسیون سپرد، این را مشخص نساخت که سرنوشت این کمیسیون چی خواهد شد. از سوی دیگر احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بر اساس قانون تا ختم دوره کاری که 6 سال از هیچ فردی صلاحیت برکناری کمیشنران این کمیسیون را ندارد. آقای نورستانی این اعلام تاریخ برگزاری انتخابات گفت که انتخابات آینده تحت نظارت این کمیسیون برگزار خواهد شد. قانونا نه حکومت ما را برطرف کرده میتونه و نه کسی فعلا حاضر به استعفا است. همی کمیشنر صاحب قانون اینا را اجازه داده که تا 6 سال دوره خود پورا کنن. امیدوار هستیم که انتخابات خود این کمیشنر را به پایان برسانند. در این حال جانداد اسپینغر رئیس سازمان نظارت از انتخابات بر رادیو آزادی گفت اگر ریاست جمهوری و ریاست اجرایی در خصوص سرنوشت کمیسیون انتخابات مشترکاً کار کنند، امکان دارد که برای برکناری کمیشنران این کمیسیون راه قانونی پیدا شود. آقای اسپینغر میگوید اگر ریاست اجرایی بر تجدید کمیسیون انتخابات تاکید می‌ورزد اما ریاست جمهوری موقفش را واضح نمی‌کند، این فرصت برای کمیسیون انتخابات فراهم خواهد شد تا در موقف خود باقی بماند.